این نوشته های مردم هستش در این نمایشگاه روی این دیوار چوبی نوشتن. حالا میخوام مردم بخونم. بعضیاش خیلی دارکه. یکی نوشته چگونه جلوی پیشرفت علم رو بگیریم. خب این چه سوالیه واقعا چرا باید جلوی پیشرفت علم رو بگیرید؟ اینجا رو باش خودکشی بدون درد. نوشته از کجا بفهمم خوشبختم. یکی نوشته آیا پسر خوب بابا چرا دوربینم هنگ چرا آیا پسر خوب داریم؟ معلومه که داریم. من چرا باید زندگی کنیم؟ اینا چیه حاجی؟ نوشته کتاب نباید کتاب نباید گران شود چون کالای فرهنگی است. مثلا یه چیز عجیبی اینجا هستش. دوستان اینجا یه نفر نوشته چجوری به پول چرا کنده شد؟ نوشته چجوری به پول مفت زیاد برسیم. وای پول مفت کجا بود؟ نیست. یکی نوشته علت سختی در زندگی و مخالفت خانواده ها با مسئله ازدواج. اوکی. یکی اخری نوشته چرا هیچ وقت دوست داشتنی نبودم چون اخلاق ندارم. خب اینه که هیچکی اخلاق نداره. خب زندگی با امیدواری همیشه ماندگاره. اوکی. یکی نوشته تفاوت مرد موی زن چی می نوشتیم؟ چگونه جلوی پیشرفت علم رو بگیریم. خیلی عجیب بود. یکی نوشته چگونه دوست پسر خود را تبدیل به شوهر کنیم. بیا ببین چی اینجاست. این خیلی عادیه که بنویسی زندگی پس از مرگ. معنای زندگی چیست؟ نوشته پارتنرم رفتار درستی با هم نداره. اصلا این خیلی مخمه چگونه جلوی پیشرفت علم را بگیریم. آخه چرا؟ کرم داری؟ اینجا نوشتن که تفاوت عشق و ثروت. بهتره که جواب اینا رو توی کامنت ها بگید. چرا خوابا زود میرن؟ خب چون که خوابه. من چی میدونم. حالا بعدی چطور عزیزانمان را چی از مرگ نجات بدیم. این چی نوشته؟ چی نوشته؟ نوشته چطور عزیزانمان را از مرگ نجات بدیم. خب نمیشه دیگه. اگه نمیدونم والا جهان آخرت چیست و کجاست. خب نمیدونم والا. اگر میخوای بازم بیام همچین چیزایی بذارم توی یوتیوب حتما ما رو دنبال بفرمایید. چگونه دوست خوب پیدا کنم. مشکلات مهم زندگی چی؟ راز زندگی چگونه شاد زندگی کنیم. بهترین سواله. ببین خود دیوانه باشید یعنی متفاوت باشید تا شاد باشید. کاش یه کتاب پیدا کنم که درباره علت وجود انسان رفتارمون با خانواده چگونه خوب بشه با هم خوب. والا خانواده من چی میدونم چگونه یکی